عزیزای دل سلام. امید که در هر نقطه جهان هستین خوش و آرام و صحتمند و سر حال باشید. بازم شما را خوش آمدید میگم در یک برنامه دیگه از خودخو. دوستای عزیز لطفاً ویدیو را تا آخر سعی کن مرا حمایت کنین و امید که از این ویدیو هم خسته نشین. ویدیوی معلوماتی هسته مثل ویدیوهای قبل. دوستایی که ویدیوهای قبلی را سیل نکرده لطفاً برای ویدیوهای قبلی را سیل کنه که ما درباره چی گپ زده بودم و درباره چی معلومات داده بودم که این ویدیو را که سیمونه برایشان راحت تر تمام شنه، یعنی راحت بفهمه که موضوع از چی قرار است. و کسانی که ویدیوهای قبلی را سیل کرده در بخش کامنت نظر خود نوشته کرده بسیار زیاد تشکر منم از اونا. دیگه دوستای عزیز، ما عمود که در ویدیوی قبلی گفتم که درباره کودکستان معلومات داده بودم. بعضی اعلای ما بوده که ما برای شما توضیح داده بودم و گفته بودم. و دیگه این که مو باید چی را در نظر بگیریم، یعنی می خانواده چی را در نظر بگیره در کودکستان یا در مکتب که در مشکل بر نخره، یعنی قنیق سوسیال در مشکل بر نخره. و دیگه این که بازم در اون ویدیو گفته بودم که پروسس از چه وقت تا چه وقت ادامه داره و امروز ما میخوایم درباره از اون پروسس گپ دیم و برای شما دوستان معلومات بدم. و دیگه این که ما درباره امروز چیزایی که در کودکستان باید رعایت کنیم گپ زده بودم. من نمیخوایم بازم که در اون موضوع برم یا در اون موضوع گپ دیم. فقط همین که ما باید در کودکستان چیزا رو در نظر بگیریم و چیزا رو برای امروز معلومات کودکستان توضیح بدیم که من خیلی کوتاه در این ویدیو میگم که ویدیو من طولانی نشه، خیلی که شما دوستان خسته نشین. اولا می که صبح اولاد خود کودکستان موری باید چیزا رو برای ازنا توضیح بدی و بعد از ظهر هم کس کودکستان میاری چیزا رو از اونا باید پرسان کنی و بوگی قد از اونا. و چند علائمایی بود که من گفتم اگر اولادایتان داره لطفاً برای اونا برای معلومات کودکستان توضیح بدید که در مشکل بر نخره که اونا خودشان از اولاد خودتان پرسان کنه. و دیگه این که امروز میخوایم بگم که امی پروسس کسته از کودکستان شروع میشه که از اولادایتان پرسان میشه، سوال میشه که چرا ناراحتی یا چرا ای علائم داره. از کودکستان شروع میشه تا وقتی که خودش بیتانه مستقیم، یعنی مستقل برای امزو سوالای امزو معلمای مکتب که باز در مکتب ماره برای از اونا بیتانه مستقیم جواب بده، یعنی سوالای از اونا رو بیتانه خودش جواب داده بیتانه. وقتی که معلم مایا از اولادای پرسان منه که چطور هسته، چرا ناراحت هسته، خودش بیتانه مستقل گپ ده که من این دلیل ناراحت هستم یا جان مدرد نه یا سر مدرد نه یا بیخو هستم یا کدام مشکلی دارم در خانه. خودش بیتانه گپ ده. اگر بچه‌ای که مستقل گپ زدن نتانه او نو کنه، یعنی بیترسه که اگر ما اینی گپ دیم چی اتفاق مفته، برایشان سخت میشه کم ذره. بچه‌ای که خودش مستقیم گپ زده میتونه خودش اون منجی مشکله اون منجی حل منه. دیگه معلمان نیست که هر روز از او باید پرسان کنه یا پیگیر از او شنه. او همونجی کارش ختم میشه. اگر بچه‌ای که ازش سوال چنه که چرا ناراحتی یا چرا این علائم ما را داره، او بچه او نو کنه دیگه گپ کسته پیشتر تر میشه، یعنی که در رکتور مکتب گپ تر میشه. گپ که در رکتور مکتب تر شد، او زمان وظیفه رکتور مکتب هسته که باید از این بچه سوال کنه که تو چرا این مشکل داره. گپ در اینجا که رسید رکتور کسته مبره اول می که کم کم زبانش چرب مونه، برایشان کمی چیزا رو معلومات میدیه که قانون سیودن چه رقم هسته چه رقم نیه، یعنی قانون سوسیال چه رقم هسته، سوسیال چه قانونایی داره اینجا. اونا رو کسته کم کم برایشان توضیح میدیه، موگیه که خوب بچه خوب دیگه تمام ذهن از رو واس کنه بفهمانه که اگر ما بگم که ما یعنی مشکل دارم در خانواده خود، سوسیال مرا مبره نگاه مونه، یعنی معلومات از سوسیال برایش میده که یعنی چیزا را سوسیال داره، میتونه کمک شنه شما را
میتونه در یک خانواده دیگه بیده شما، میتونه در یک کمپی بندازه که هیچ مشکلی نداشته باشین. او زمانا در عین سوال کردن یا یک سوال مونه کم درباره سوسیال معلومات میده، یا اولین که درباره سوسیال معلومات میده همه چی رو موگه برزنا که یعنی قانونا رو درسیودن. سوسیال کسی اینی رقم میگیره، خانه کسی که راضی نباشه قد پدر مادر خو سوسیال میگیره موگ رو در خانواده دیگه میده، اونا کسی ازشان نگهداری مونه. اول کسی اونا رو خوب زیر زبانشان چرب مونه و بعدن سوال مونه دانه دانه از اونا پرسان میشه که چی رقم هسته چی رقم نیه. او وقت اگر بچه‌ای که مثلا در خانواده خود مشکل داشته باشه یا پدر مادرش زده باشه یا خودش راضی نباشه، میتونه براحتی در رکتوری مکتب خود بگه که من این مشکل در خانه دارم یا من نمیخوایم دیگه قد پدر مادر خود زندگی کنم. او زمانا کسته کار برای از اونا راحت تر میشه. خب اونا امو معلم امو رکتوری مکتب کسته دیگه براحتی میتونه که در سوسیال خبر بده. وقتی در سوسیال خبر دادی دیگه کار خلاصه دیگه. و دیگه این که خود بچه بفهمه که سوسیال چی کارایی را میتونه برای ازمو انجام بده. او وقت هم بچه خودش میتونه بره در سوسیال گپ ده که من نمیخوایم قد پدر مادر خود زندگی کنم، اندهی دلایلی پدر مادر ما خوش ندارم، یا اونا جنگ مونه، یا اونا در من رسیدگی نمیتونه، یا برایم چیز نمیخره، یا مثلا مرا اجازه نمیده که من بیرون برم قد دوستای خو یا دوست دختر دوست پسر باشه، اجازه نمیده که اونا بایه خانه یک دیگه خوره ای طرف. او زمانا خدا نشانه میتونه که بره در سوسیال شکایت کنه که من این مشکل در خانه دارم و خانواده‌ام کسته مخالف از این کارا هستن، مرا اجازه نمیده. او وقتم سوسیال خانهش رو جدا مونه، زندگیش رو جدا مونه، مبره در یک سرپرست دیگه میده که او سرپرست دیگه از اینا مراقبت کنه، یعنی نگهداری کنه. خیلی براحتی میتونه اولادتان رو از ایتان بگیره. این پروسس تا این وقت ادامه داره که بچه‌تان خودش مستقل باشه، خودش بیتونه گپ ده. و خیلی هم کسته اندمی سندای 14-15 سالگی اینمی کارا هم کرده رفتن، یا خودش در سوسیال شکایت کرده یا مثلا از طرف مکتب ازشان سوال شده که از زیر زبانشان گپ کشیده، سوسیال برده از پدر مادرش جدا کرده یا در خانواده دیگه داده. این پروسس کسته تا این وقت ادامه داره که مو خانواده کسته باید خیلی مراقب از این چیزا باشیم، هم در مکتب هم در کودکستان. و دیگه این که وقتی که ما یک داستان دیگرم اول میخوایم قدشمو دوستا قصه کنم که یک خانواده سومالی بوده، در یک جای کار میکردیم، همکار میدیگه. امی گپ از این شد که ما از این پرسان کردم که چرا اینا کسته در کودکستان فرق میلن ما بین اولادای خارجی و سویدنی چرا فرق میلن. پس گفت من میخوایم یک تجربه خود قصه کنم، یک اتفاقی که برای خودم افتاده. ما قصه منم قدستو که خود از زن کسته سومالی هسته و اما همسرش کسته سویدنی هسته، یعنی از سویدن هسته، یا اولاد داره. یا اولادم گفت من صنف دوی مکتب بود، این میتا یک روز برده بود از این معلومات کده بود و پرسان کده بود درباره خودشو، پرسان کده بود چی رقم هست قد درسا و دیگه. گفت من هیچ چی نکدم، بخیال شدم، هیچ دقیقش نشدم. گفتم شاید از خاطر درسش پرسان کده. گفت هفته دیگه هم امو رقم ازش پرسان کده بود، برده بود در دفتر خوب پرسان کده بود که شاید مثلا بچهش ناراحت بوده باشه یا کدام چیز دیگه. این نگفت که بچه من چی مشکلی داره، گفت این اتفاق برای من افتاده. گفت هفته دیگه هم امی رقم برده بودی رو در دفتر خو از این پرسان کرده بود که بخی درباره پدر مادرش پرسان کرده بود، زندگیش پرسان کرده بود. گفت بخی از این چیزا پرسان کرده بود. از این خیلی سخته که اولاد آدم بگره ازشان اینتریو بگیره، یعنی سوال پیچ کنه، سوال کنه که چی رقم هسته در زندگی، چی رقم نیسته. بعد گفتی در خانه امات قصه کرد که آره باز من قنجقه رئیس مکتب گپ زدم، اندهی بارا من از من سوال پرسیده و گپ زد درباره شمو گپ زد و درباره خود ما گپ زد چی رقم هستم چی رقم نیستم.
باز امی بچه هوشیار بوده، گفته که من راضی هستم، قد پدر مادر خوب، پدر مادر ما بین خود جور هستن و هیچ مشکلی نداریم در خانه. بعد از او بعد گفت من زنگ زدم در امو رئیس مکتب، گفتم شما چی حق دارین که مبرین اولاد مرا ازش اینتریو میگیرین، یعنی سوال جواب مونه نشی که چی هست چی رقم نیست، زندگیش چطور پیش مره، یعنی زندگی پدر مادرش چی رقم هست، در چی رسیدگی مونه نمونه، این چیزا. رفتم گفتم از خاطری که بچه ما رنگش سیاه، از او خاطر شما سوال پیش مونین مبرین سوال مونین ازشان. مبری درسته بیاد کلاس سوال جواب کنو، از تمام سوال جواب کنه که از بچه از ما عموما میشه، عموما تو شما میتونین سوال کنین، نه که بو بر بچه ما را در یک اتاق ازش سوال جواب کو که تو در زندگی چی رقم هسته چی رقم نیسته. بچه ما هیچ مشکلی نداره در خانه، ما هیچ مشکلی نداریم. مثلا پدر سیودی هسته، قانون سیودن خبر هسته که چی چیزا هسته سیودن، چی قانونایی در سیودن. و دیگه این که خودم در کودکستان کار منم، همه قانونا رو خبر هستم که در چی شرایطای در چی دلایلی سوسیال میتونه اولاد از آدم بگیره. این مستقیم گفته بخیر رایش بند کرده که شما دیگه اجازه ندارین که سوالا را کنین که بچه من در مشکل برمخوره، یعنی سوسیال بای اولاد من از من بگیره. این بخیر رایش بند کرده بود دیگه. گفت من رایش بند کردم که دیگه بچه من را برده ازشون سوال نکنه در این باره. این کسته تجربه عزیز زنه بود که برای من قصه کرد و دیگه معلومات های دیگه کسته دوستای عزیز کلا از خود مسته که خبر هستم، خواستم برای شما دوستان قصه کنم که تا چی وقت این پروسس کسته ادامه داره و که مو در مشکل برمخوریم، یعنی مو خانواده در این مشکل برمخوریم. و دیگه این که وقتی که اولاد مو را از مو میگیره، شاید خیلی کسا باشه که خیره من نه یا خانواده دیگه اولاد مرا بزرگ مونه. خیلی سیودنی ها هست دمی عقیده که مثلا میگه من نتونستم یا خانواده دیگه اولاد مرا بزرگ مونه. درسته یا خانواده دیگه بوبر بزرگ کنه شاید از پدر مادرش بهتر باشه، در یک خانواده دیگهش نیست او رقم. من خودم امیال یک خانواده رو میشناسم، اما اردو زن و شویی کسته، مرد و زن اردویش کسته، خودشان بازنشسته هسته، خودشان کمک لازم داره. رفته یک دختر 6 ساله را آورده، 6 ساله را آورده، این حال در خانه ایشان هسته، از ایشان مراقبت منه. درسته که می خانواده که را آورده نگه داریمونه شاید بیتونه یک نان خوب بده برایش یا یک لباس خوب بده، اما در خیلی چیزایش نمیتونه رسیدگی کنه، خیلی فعالیت ها داره که نمیتونه اینا در اونا رسیدگی کنه. این چیزا هم باید ما متوجه باشیم. این گپای خورد و ریزه است که از کودکستان از مکتب بر میشه و مو قنیقه سوسیال کسته در مشکل برمخوریم که باید مو خانواده کسته این موضوعات خورد و ریزه را باید خیلی کتا فکر کنیم، نه اینکه ریزه فکر کنیم بگیم ریزه هسته هیچ گپ نموشه، یا اینا رو باید خیلی کتا فکر کنیم. از گپای کتا که همگی خبر است اگه اولاد خود زد یعنی رقم، اگه در اولاد خورستگی نکردی اما یا مبره یا شراب خوردی که من معلومات داده بودم، این چیزا این موضوع خوب بزرگ کلان را همه خبر هستن. باید معلومات های خورد و ریزه را خبر باشیم که اینا بیشتر مشکل ساز میشه. ما باید اینی چیزا را در نظر بگیریم در کودکستان و مکتب. و دیگه دوستای عزیز، من نمیخوایم که ویدیو خیلی طولانی شنه و شما دوستان خسته نشین. لطفاً مرا حمایت کنین. وقتی که ویدیو را سعی کنین لایک، کامنت یادتان نره دوستای عزیز که خیلی مهم هسته. و دوستایی که در کانال یوتیوب ما نو هسته لطفاً کانال مرا سابسکرایب کن، حمایت کن و فعلا هم در آخر برنامه قرار داریم دوستای عزیز. شما را هم به خداوندی یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما. خدا حافظ.